فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرق بین حنفیت و سلفیت چیست؟ آیا مذهب حنفیت بهتر است یا این که اهل سلف بودن؟ کدام یک بهتر است؟ حنفیت خو کسی که پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است دعوا میکنه، وگرنه امام صاحب نه مذهب مانده، نه توصیه کرده، نه گفته که اینی مذهبم است، مردم دنبالی ما بیایا، من امامیتان هستم. این کسی ثابت کرده نمیتونه تا روز قیامت. فهمیدید؟ خب مردم جمع شده. مثال از این ما خلاصه براتون بگم. در کابل که 3-4-5 عالم شهرت پیدا بکنه، یک جماعت مردم همیشه یک عالم خیلی دوست داره، میره در نماز جمعهش قطش میشینه، سوال خدا میکنه، خلاص. یک تعداد دیگه یک مولوی سه دیگه، صحیح است؟ یک تعداد دیگه از دیگهش. یعنی قسم عمل فعلا در کابل 4-5 مذهب شده از نگاه علما است یا نه؟ خب ما این رد میکنیم. مثلا یک کسی که در مسجد کمپنی میایه و ادعا داره که ما فقط قول مولوی متوکل قبول دارم، از دیگر قبول ندارم، این گپ اشتباه و غلط است، نادرست است. مولوی متوکل معصوم نیست و نه هر سخنش حتما قرآن حدیث است. بسیار اشتباهات داره. تو صاحب تحقیق هستی، الله برات بصیرت داده، سخن از او را ببر وزن کن که سند داره یا نداره. اگر سند داشت بپذیر، نه از این حیثیت که سخن فلانی گفته، از این حیثیت که سخن کیست؟ الله و رسول الله است. اگر نیکی غلط بود دست دیوال بزن. خب با تأسف امروز هم همینطور گپا هست. 4 برادر ما که اگر مثلا در مسجد کمپنی بیا، خلاص دیگه به یک عالم درجه معصومیت قائل میشه و میگه هر سخنی از این چیسته. نه اینطور نیست. انسان باید تحقیق بکنه. برو حالی خب وسایل خیلی زیاد است. ما وقتی یک حدیث میفهمیم یاران کدام به طور مثال رفع الیدین بهتر است یا ترکش بهتر است، ما دستی حالی وسایل بسیار آماده است. در اینترنت میریم داخل میشیم، کتابای حدیث پایین میکنیم، حدیث ها را میگذاریم. حکم به احادیث که شده که حدیث ضعیف است یا صحیح است، این حکم فعلی نیست. چرا که حکم صحت و ضعف حدیث به اعتبار راویا میشه. سند که برش چی میگه؟ راوی، معلوماتی راوی که راوی مجهول است، حافظش ضعیف است، ثقه نیست، کاذب است، این کاری ما نیست. ما خواهی پیدا شدیم. این کاری امو علمای امو وقت است. علمای کجاست؟ امو وقت است. امو وقت علما گفته که اینی راوی دروغگوی بود، اینی راوی حافظش ضعیف بود، اینی راوی اینی کارا میکرد. امروز که یک حدیث کس صحیح میگه، ما حکم نمی کنیم. اونجا ثابت میشه که اینجا راوی ضعیف است، کاذب است، ثقه است، چه رقم است. از او خاطر حکم حدیث عین سابق ثابت شده. این هر کس هم مثلا مردم میگه شیخ البانی رحمه الله یک حدیث صحیح گفته دیگه ضعیف، او از خود نگفته. امو قواعد و قوانینی که از سلف برش باقی مانده مطابق امو قواعد این حدیث راویا رسای کرده که در سند این حدیث اینی راویا آمده. این راویا به نزد کل علمای وقت چی است؟ ثقه هستند، گفت حدیث صحیح است. اما یک راوی ضعیف است، میگه حدیث چی است؟ ضعیف است. این طور حکم میکنه، این از جان خود حکم نمیکنه. که نمیکنه ما میتونیم که اینالی مقایسه کنیم که بیا حدیثای رفع الیدین هم جمع کنیم، از ترک رفع الیدین هم بعد از احکام حدیث ببینیم که این حدیث چی است. کلش ماندیم از این جماعت که رفع الیدین هستم حدیثای صحیحش یک طرف کردیم، از اون طرف دیگه بعد از اون حدیثا را باز در بین مقایسه کرده میریم که کدامش خیلی قوی است. میتونیم واضح میتونیم که موضوع را ثابت کنیم. دستا در سینه مانده شاید، از زیر ناف مانده شاید، حدیثا را جمع کده کتابای حدیث، بعد از اون مقایسه کو که کدام حدیث قوی است کدام ضعیف است. بری خودت معلوم بشه، ضرورت به عالم نیست. تو انمی رو باید تحقیق بکنی و بروی. لیکن با تأسف ما اونطور نمیکنیم. ما فقط دنبال یک عالم میگیریم. حالی اون مذاهب باقی نمانده.
آلی مذهب باقی نمانده. چرا؟ کسی کدام کتاب به نام امام ابو حنیفه رحمه الله پیدا کنه میتونه؟ به سند درست یک کتاب امام صاحب برما پیدا کنه میتونه؟ پیدا کنه؟ خب کتابای شاگردایش هست. پس در حقیقت یا تقلید امام ابو حنیفه رحمه الله را نمیکنه. شاگردان میگه که امام صاحب اینطور میگفت، خب لیکن همین شاگرد از امام صاحب مخالفت میکنه. آلی تو در اینجا گپ امام صاحب میمانی، میروی باز این عالمی که 13 سال بعد یک فتوا داده او فتوا را عملی میکنی. مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله عملی نمیکنی. مثال براتون میگم، امام صاحب نظر به قولی که شاگرداش نقل کرده یک آدمی که مفقود شه بره و گم شه تا 90 سال از زنش همینطور بشینه. چند؟ میکنه می کار کسی؟ آلی میره میگه علما آلی فتوا را به قولی کی داده؟ امام مالک رحمه الله داده. 4 سال تیر کنه در مجاهات تحقیق شوه و حکم مرگ ازی داده شوه، عدت تیر شوه باز نکاح کنه. این علما داده فتوا. تو خیر در مذهب کیستی؟ مذهب یعنی عالم شدی. امام ابو حنیفه رحمه الله ماندی خود گفته بود 90 سال. ما اصلا مذهب خو تو در هر مسئله قول امام ابو حنیفه رحمه الله را ثابت کنه نمیتونی. در هر مسئله قول ابو یوسف شاگردشه، از محمد رحمه الله شاگردشه، ثابت کنه نمیتونی. خو مشکل در اینجاست که اگر من هر نوع مسئله رو نوشته کنم خود دنبال خود حنفی نوشته کنم تو امور قبول داری. اگر آیت قرآن هم نوشته کنم خود دنبال شافعی نوشته کنم باز میگینی ای از ما نیست. ای از ما نیست. این کدام دین است؟ دین ما را امیر فرمان دادن. منظور از حنفیت چیست؟ یک تعداد به نام مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دنبال امون مسائلی که علمای به نام احناف جمع میکنه و نمود عمل میکنه و میپذیره، دیگر را نمیپذیره. اینی ده حنفی میگه. شناخت ولی حنفی را. سلفی کی را میگه؟ سلفی کسی را میگه که ما در منهج سلف میرم. سلف پیشینیا را میگه. پیشینیا 3 طایفه است. پیغمبر شاهدی به خیریتش داده. صحابه، تابعین، تابعین. 3 قرن است. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرن پیغمبر قرن صحابه است. بعد از او کسی که نزدیک به واسط تابعین است. بعد از این کسی که نزدیک به تابعین است تابعین است. ما میگیم که ما دینی خدا تطبیقش فهمش به فهم سلف بعد بگیریم. کدام آیت که سلف معنا و مطلب گرفته امون معنا و مطلب ما بگیریم، از خود معنا و مطلب جور نکنیم. چه قسم دینه که وا تطبیق کرده ما مو قسم تطبیق کنیم، از جان خود طریق تطبیق دیگر نکشیم که خلاف طریق تطبیق از وا باشه. ما فقط وارد تعقیب میکنیم، از خود تفسیر هم نمی کنیم، از خود تطبیقات هم نمی کنیم، وارد دیده امو قسم روان هستیم. اینی را سلفیت میگه. کسی که به می منهج روان باشه نام خود سلفی میمانه یا نمیمانه، این سلفی گفته میشه. فرق بین علمای حنفی و سلفی نمیست. حنفی بجای از اینکه بروه که سلفی آیات چه قسم فهم کرده امو رقم ما فهم کنیم، چه قسم تفسیر کرده امو رقم تفسیر کنیم، چه قسم تطبیق کرده امو قسم تطبیق کنیم، بجای از اون نه میگه امام صاحب چی گفته در این مورد. خلاص از همون خاطر از علماش که پرسان میکنی میگه رفلیده این است، میگه بله در حدیث آمده خود مذهب ما نیست. آیا یک مسئله که در حدیث پیغمبر بیا باز در مذهب تو نباشه، خو این یک نقصان در تو پیدا شد که گپ پیغمبر را ترک کردی، سنت پیغمبر را ترک کردی. آیا تو نوشته کرده که کدامش بهتر است؟ خودت بگو. این قضاوت در پیش تو که دنبال پیغمبر علیه السلام برین، کس مسئله را قبول کنیم که دلیل داشته باشه او خیلی بهتر است، یعنی که یک شخص محکم بگیریم که هر خوشگوتری از او را بپذیریم، کدامش بهتر است؟ این قضاوت در دست شما. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح